توحید و شرک در دعا را بفهمیم. در حمد و ثنا را فهمیدیم. آل قسم دوم چی است؟ توحید عبادت های زبانی یکی حمد است که ما میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا و صفات خاص بر الله است. دوم قسم از اقسام عبادت های زبانی چی است؟ دعا هست که دعا هم به دست میشه و هم به زبان میشه و هم با قلب میشه. من پیشتر هم بر شما گفتم که در یک عبادت کل اعضا شامل است. این فقط تقسیم بندی به خاطر آسانی فهم است. پس این حال وقتی یک انسان دعا میکنه، دعا در لغت چی را میگن؟ دعا در لغت به معنای رغبت است، علاقمندی هست، صدا هست، طلب است. فهمیدین یعنی؟ تقاضا هست. اینه میره کلش دعا میگن در زبان عربی. وقتی هستی تقاضا میکنی دعا میکنیم. و دعا در اصطلاح عقیدی اسلامی چی است؟ میگه دعا عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف. دعای شرعی کدام دعا هست که در اونجا سه چیز جمع شده باشه؟ محبت، خضوع، بسیار عاجزی و بیچارگی و تسلیمی، و خوف و ترس. پس به کسی که دست دعا بلند میکنی به او بسیار محبت قوی داری. ما به الله بسیار محبت قوی داریم، دست دعا به بارگاهش بلند میکنیم. والخضوع، و در مقابل الله خود خوار و ذلیل و عاجز بیچاره میسازیم و همچنان از الله میترسیم. خوف الله در قلب ما هست و امید بر رحمت الله داریم. پس به این حساب اینی را دعا میگن. حکم دعا چی هست؟ حکم دعا این فرض است بالای یک مسلمان. فکرتان باشه یک فرض اعتقادی هست، یکی فرض عملی هست، یکی فرض اعتقادی هست. فرق بین فرض عملی و فرض اعتقادی چی است؟ که در فرض اعتقادی را اگر کس فرض عملی را کس ترک میکنه، مثلا بر ما و شما گفته که روزه بگیرین، صحیح شد نه؟ روزه بگیرین. یک نفر روزه را ترک کرد، این کافر میشه نمیشه؟ گناهکار میشه، گناه کبیره مرتکب میشه. اینمی نفری که روزه خورد، این کافر گفته نمیشه روزه خورد. یک نفر سرش حج فرض است، حج نرفت، این کافر گفته نمیشه. اما در عبادت های اعتقادی اگر کسی دست دعا را به غیر از الله بلند کرد، این کافر میشه، در شرک مبتلا میشه. پس فرق بین عبادت یک واجب یا فرض اعتقادی و فرض عبادات است. اگر یک کس دعا نکرد گناهکار میشه، اما اگر یک کس دعا را به غیر الله کرد او چی میشه؟ او شرک میشه. چرا؟ به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ الدعاء هو العباده. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت است. وقتی که دعا عبادت است، ما و شما در کلمه طیبه به الله تعهد کردیم که یا الله ما لا اله الا الله نیست هیچ کس مستحق ای که ذاتش چی شود؟ عبادت شود. پس وقتی که در هر رکعت نماز به الله تعهد میکنیم ایاک نعبد، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم. پس وقتی که دعا عبادت شد، عبادت برای کی باید بکنیم؟ بر الله. دست دعا را به دربار کی باید بلند بکنیم؟ به الله. این حالا اگر کسی دست دعا را به بارگاه الله بلند نمیکنه، به بارگاه مخلوق عبادت میکنه، دعا به مخلوق میکنه، دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند میکنه، در این صورت این نفر در اینمی عبادت که دعا هست غیر الله را با الله شریک ساخت یا نساخت؟ شریک ساخت. این شرک در عبادت میگن. این شرک در چی میگن؟ شرک در دعا. شرک در دعایی است که انسان دست دعا و دست طلب به کی بلند بکنه؟ به مخلوق. این مخلوق است دیگه. پشت از این مخلوق باز مخلوق در مخلوق الله هست و غیر الله هست. دست دعا را باید به الله بلند کنی، به غیر الله بلند نکنی. غیر الله کی است؟ ملائکه غیر الله هست، پیغمبر غیر الله هست، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، درخت، مرده، زیارت، زنده، قبر، کلش در جمله چی میان؟ غیر الله میان. پس وقتی که دعا عبادت شد، عبادت باید برای کی شود؟ فقط برای الله شود. از همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما گفتین که
امر است، امر اعتقادی است. این امر از کجا گرفتین؟ شما همیشه باید دلیل بخواید. هر کسی که یک گپ میزنه باید به او دلیل بدین. همین دلیل از کجا گفتین که یک امر است و امر اعتقادی است؟ امر اعتقادی به خاطر از است که دعا چی شد؟ عبادت شد. رسول الله هم گفت دعا چی است؟ عبادت است. الله چی میگه؟ الله میگه ادعونی. چی میگه؟ ادعونی استجب لکم. نگفت که ادعونی یعنی دست دعا بلند بکنین به بارگاه من، استجب من اجابت میکنم لکم. پس اینجا ادعو فعل امر است. ادعو فعل چی است؟ فعل امر است و این امر در عقیده هست، یعنی دست دعایتان را فقط به بارگاه من الله میگه بلند بکنین. از این خاطر وقتی ما به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله رفتیم، به مرقد رسول الله صلی الله علیه و آله خودم شخصا چندین مرتبه رفتیم، بعد از اینکه سلام دادیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک ابوبکر صدیق، السلام علیک عمر فاروق، وقتی بر از اینا سلام دادیم، وقتی که دعا شد متوجه شدین؟ وقتی که دعا شد روی خدا کدام طرف دور دادیم؟ طرف قبله. این طرف قبله است، او طرف قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پشت خدا طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دادیم و روی خدا طرف قبله کردیم و دعا کردیم که یا الله شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت نصیب ما کن. نفهمیدیم؟ چرا؟ امی قرآنی که میگه که ادعونی استجب لکم، امی قرآن بالای کی نازل شده؟ بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم به عملی که مخالف قرآن باشه راضی میشه یا ناراض؟ ناراض میشه. بنابراین هر کسی دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند میکنه ولو که مخلوق پیغمبر باشه، پیغمبر از چی میشه؟ ناراض میشه. اگر به بارگاه ولی از اولیاء الله بلند میکنه، این ولی چی میشه؟ از پیش از این خفه میشه و آزرده میشه. چرا؟ میگه تو خود مرا در مقام الله الوهیت قرار دادی. بنابراین این هیچ وقت پیرو از گفتن نمیشه. از این خاطر بسیاری کسایی که اشتباه میکنن، اونا فکر میکنن که اگر بر اولیاء الله دعا نکردی و رفت بر از رکوع نکردی و سجده نکردی، خودشان میکنن فکر میکنن که تو اولیاء الله را قبول نداری. ما اولیاء الله را قبول داریم. چرا؟ اولیاء الله در قرآن ثابت است. متوجه هستین؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشین که اولیاء الله کسایی هستن که نه خوف دارن نه ترس دارن. پس کی اولیاء الله هست؟ خود قرآن تشریح میکنه الذین آمنوا و کانوا یتقین. هر کسی که ایمان داشت و هر کسی که تقوا داشت، این کی هست؟ این ولی الله هست. حالا ما و شما اولیاء الله هستیم یا نیستیم؟ هستیم. چرا؟ ضد اولیاء الله چی است؟ اعداء الله، دشمنای الله. حالا اگر ما تخصیص بدیم بگیم اینی اولیاء الله هست، خیلی ما چی شدیم؟ پس اولیاء الله را خود قرآن معرفی کرد و ما با اولیاء الله باید چی داشته باشیم؟ که اولیاء الله وجود دارن، دوستای الله، و کل ما دوستای الله هستیم، لکن رتبه های هر کس فرق میکنه. صحیح است؟ شاه اولیاء کی است؟ کی است شاه اولیاء؟ باشین. شاه اولیاء پیغمبرها هستن. هر پیغمبر این شاه کی است؟ شاه اولیاء است. در افغانستان چه قسم میگن؟ شاه اولیاء کی است؟ حضرت علی است. نه؟ وقتی که حضرت علی شاه اولیاء شد، پیغمبر چی شد؟ او که پادشاه شد. پیغمبر باید وزیر شود دیگه. پس رتبه از او از پیغمبر که چی کردن؟ در حالی که رئیس اولیاء کی است؟ پیغمبرها هستند. صحیح نه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما هست. شاه اولیاء ما کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این دیگرها وزیرایش هستند، زیر دستایش هستند. اما بزرگ اولیاء کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب پس ایناله اگر یک کسی به یک ولی الله دست خدا بلند میکنه، ولی راضی میشه؟ او راضی هست که ایواز که به الله عبادت شود بر از او عبادت شود؟ ابدا ابدا این کارو نمیکنه. ایناله سیکو ادعونی استجب لکم. ادعونی، الله چی میگه؟ ادعونی استجب لکم. سوره غافر آیت 60 است. نه؟
با تکمیل از این آیت چی میگه؟ الله میگه ان الذين یستکبرون عن عبادتی. وقتی که میگه دعا کنین من اجابت میکنم، اینا در آیت بعدی میگه کسایی که تکبر میکنه از عبادت من، یعنی تکبر میکنه از دعا کردن به بارگاه من. پس از این آیت قرآن اوتو ثابت میشه که دعا چی است؟ عبادت است. و باز رسول الله صلی الله علیه و مفسر قرآن است، باز میگه برای ما آیت قرآن تفسیر میکنه، چی میگه؟ که الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت است. خب این علما میگن که یکی دعا دو قسم است. یکی دعای مسئلت است که سوال میکنی و طلب میکنی، مثلا میخوای که یک منفعت بر تو برسه، در دست دعا را بالا میکنی، یا یک ضرر از تو رفع شوه، این دعای سوال میگن. و دعای عبادت چی را میگن؟ میگه او ثنا گفتن است به الله سبحانه و تعالی. پس دو قسم دعا هست، یکی دعای مسئلت است، سوال کردن است، و یکی دعای عبادت است. اما امی اردو دعای مسئلت و عبادت همیشه با هم چی می باشه؟ یک جای می باشه، هیچ وقت از هم جدا نمیشه. وقتی که تو سوال میکنی برای الله که یا الله مرا ببخش، یا یک منفعت را از الله میخوای، یا یک ضرری از میخوای که رفع شوه، میگی الله این مرض مرا جور کو، یا مرا پروردگار از این نجات بده، پس این دعای سوال است. و دعای عبادت هم است که دست دعا را به بارگاه الله بلند میکنی. برای دعای مسئلت و دعای عبادت هر دوش با هم چی می باشه؟ یک جای می باشه، هیچ وقت از هم جدا نمیشن. خب کسایی که دعا میکنن چند قسم مردم هستن. کسایی که اولی که کسی به غیر الله عبادت میکنه و دست دعا را هم به بارگاه از او بلند میکنه، این مشرکین هستن یا شرک داره. مثلا یک نفر میره آفتاب عبادت میکنه، دست دعا را برای آفتاب بلند میکنه، مهتاب عبادت میکنه، ستاره را، بت، قبر، هر چیزی که عبادت کرد باز دعا هم برز میکنن. قسم دوم کسایی هستن که عبادت الله را میکنن لکن دست دعا را کمک و استعانت به غیر الله بلند میکنن، اینا هم در امی بخش در شرک مبتلا شدن. قسم سوم کسانی هستن که عبادت به مخلوق میکنن ولی در وقت مشکلات باز به الله رجوع میکنن، چرا که در قرآن عظیمشان میگه که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. بسیاری از مشرکان و بسیاری از منافقان وقتی که در یک جای سرشان سختی زیاد آمد، باز چون فطرتا ایمان فطری داره، باز دست دعا را به بارگاه کی بلند میکنن؟ الله بالا میکنه، پروردگار ما را نجات بده از کشتی. وقتی که خلاص شد باز پس در شرک خود مبتلا میشن. و قسم چهارم کسایی هستند که هم به الله ایمان دارن و هم دست دعا را به کی بلند میکنن؟ به الله بالا میکنن. و اینمی طایفه موحدین و یکتاپرست هستند. یکی از مشکلاتی که شبهاتی که بعضی از مشرکین مطرح میکنن، میگه ما اینا را پیش از اینا میریم دعا میکنیم، نظر میبریم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگه ما یارو چی میکنیم؟ خودشان عبادت نمیکنیم، بلکه ما یارو میریم تا که دوستای الله هستن ما را به الله چی کنه؟ نزدیک کنه. عین دلیلی است که مشرکین بت پرست میگفتن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در قرآن عظیمشان ذکر است، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. از مشرکین قریش وقتی که پرسان بشد که خالق آسمان ها و زمین کی هست؟ ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، وقتی که از اونها سوال میشد که آسمان ها و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میفتن الله خلق کرده. تو کی خلق کرده؟ میگفت مرا الله خلق کرده. خیلی پیش از بت ها چرا میرین؟ باز اونها میگفتن که ما پیش از بت ها میریم چون این دوستای الله هستن، باز ما را به الله قریب میکنن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر این به خاطر که اینا ما را به الله چی میکنن؟ نزدیک میکنه. و الله سبحانه و تعالی برشان گفت انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. شما و کسانی را که به غیر از الله عبادت میکنین کلتان اونمو چی هستین؟ وارد جهنم میشین. خب اقسام دعاها که از دعا سه قسم است. یکی دعای توحیدی هست، یکی دعای بدعتی هست و یکی دعاهای شرکی هست که باید فرق از این ما و شما داشته باشیم. دعاهای توحیدی کدام دعا هست؟ دعاهایی است که مطابق قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، که انسان وقتی که دعا میکنه به بارگاه الله مراجعه میکنه و در کیفیت دعا هم طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر میگیره. مثلا ما دعا میکنیم، بعضی دعاها هست که دست بالا میشه، بعضی دعاها هست که دست بلند نمیشه. چرا بلند میشه چرا نمیشه؟
گپ سر از است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دین نقطه به نقطه و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما حرف چی کردن؟ بر ما و شما انتقال دادن. و صحابه و تابعین و تبع تابعین که یا بهترین اشخاص بودن، خیر القرون بودن، یا خوبیشان دیگه بود که متوجه ازی بودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام عمل کرده. میدونن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فلانی قسمت دعا کرده، دست خودم بلند کردن. اینا دعا هم میکردن، دست خودم چی میکردن؟ بلند میکردن. مثلا حتی در نماز ما و شما اگر قسمی این کارا بکنیم، مردم افغانستان باز ما و شما رو میگه وی این مولوی صاحب شیعه شده، این شیعه است. چرا؟ بسیاری وقتا بعد از رکوع یا قبل از رکوع قنوت نازله وقتی که میخواندن، دست خدا چی میکردن؟ بلند میکردن. همین تو برو در نماز قنوت دستایت بالا کن در قریه ببین که سر چند قسم نام میمانن. اما یا وقت ندارن که صحیح البخاری رو بخوانن، وقت ندارن صحیح مسلم رو بخوانن، وقت ندارن که در درس عقیده اشتراک بکنن. متوجه هستین؟ اینا اگه در این مسجد صدا شد که مردم بیاین امروز خیرات است، از این خاطر این مردم های بدعت کار همیشه چی میکنن؟ در مجالس خود نان میتن. باز بسیاری مردم های شکم پرست به خاطر نان اونجا زیاد میرن. بریم خیر است یک شکم خدا سیر میکنیم، فهمیدیم یا نفهمیدیم. اما در درس عقیده بسیار کم علاقه میگیرن، حاضر میشه. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما دعاهای کرده که مطابق حکم الله است. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. رسول الله صلی الله علیه و معلم داشت، 23 سال شاگردی جبریل امین کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال شاگردی کی کرده؟ جبریل امین کرده. حالا که اگر یک نفر 23 سال درس بخونه بر از او چی میتن؟ دکترا. رسول الله صلی الله علیه و در اصل امی بود، لکن وقتی که باز درس خواند خب امی نبود دیگه. وقتی که قرآن نازل شد خب باز او از عالم بزرگی شد که ما استادای پانتون شاگردای کی هستیم؟ شاگردای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما اگر میخوایم دکترا داشته باشیم 23 سال پیش مخلوق شاگردی میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال پیش بزرگترین ملائکه شاگردی کرده و او ملائکه هم چی بود؟ امین آسمان بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم امین زمین بود. امین زمین 23 سال پیش امین آسمان شاگردی کرده و امین آسمان هم با امانت آنچه که احکام الله بود برای چی میکرد؟ بیان میکرد. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ما ینطق عن الهوا. حتی رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سخنی را میگفت از هوای نفس خود نمیگفت، ان هو الا وحی یوحى. این نبود مگر وحی بود که بالای رسول الله صلی الله علیه و چی میشد؟ نازل میشد. متوجه شدن؟ پس دعای توحیدی کدام دعا هست که دو شرایط عقیده توحید مراد شود و به طریقی کی باشه؟ طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این دعای توحیدی است. دعاهای چیز بدعتی کدام یکی است؟ دعاهای بدعتی دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن و تابعین نکردن و تبع تابعین نکردن و ما میخیزیم او قسمی دعا میکنیم. مثلا در دعای خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت نگفته که یا الله به حق آدم علیه السلام سر ما رحم بکن، به حق ابراهیم علیه السلام سر ما رحم بکن. اینو نگفته. حالا که ما تو میگیم به حق فلان و به حق فلان، این در حقیقت مخالفت از با طریقه و روش کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاهای خود مثلا بعضی اوقات دوادی نان خوردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت در سر نان دعا کرده لکن دست خود بلند نکرده. وقتی که در تشناب رفته دعا کرده اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح نه؟ پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در تشناب داخل میشدن، قبل از داخل شدن رسول الله صلی الله علیه و چی میگفت؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پناه بردن از به الله از شر جنهای مذکر و مؤنث. اما اینجا دست خود بلند کرده؟ نکرده. اگر کسی در تشناب داخل میشه دعا میکنه دست خود بلند میکنه، این در حقیقت چی هست؟ اینجا دعا کرد لکن دیگه چی رو داخل کرد؟ بدعت کرد. نصفش دعای سنت است، نصفش چی است؟ بدعت است. یا نان که میخوریم، رسول الله صلی الله علیه و وقتی که دعا غذا خورده بعد از غذای خود چی میگفت؟ الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. این حدیث صحیح ثابت است. این حال الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، این حدیثش ضعیف است. حدیث صحیح در غذا کدام یکی است؟
الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. این حال رسول الله هم بعد از نان دست خدا بلند نکرده. حال از ما و شما چی است؟ دستای چرب یگان تا خوب آمد و لقمه‌های برنجام خورده بازی رو چه میگه الله دست دعا را بلند کنید. یک وقت سعی کنید برنجا ده اینجا دستای چی است؟ دعا خو نمی است که تو با زبانت باید چی کنی؟ چون رسول الله هم دعای دسترخوان با زبان کرده نه با دست. پس سنتی است که بعد از نماز الحمدلله بگویی، الحمدلله الذی هم دعا را بخوانی، لکن دست بلند نکنی. در تشناب دست بلند کردن نیست. در آذان، دعای آذان رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرده، متوجه هستین؟ و ما و شما دعا میکنیم اللهم رب هذه الدعوه التامه، همین دعا را میخوانیم، لکن بلند کردن دست نیست. متوجه هستین؟ پس این حال دعای بدعتی دعای هست که به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه. دعا کنه لکن دعاهای شرکی کدام یکی هست؟ دعاهای قسم سوم دعاهای شرکی دعا هست که دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند بکنه، این مخلوق زنده باشه یا مرده باشه و آنچه که از الله طلب میشه او را از مخلوق طلب بکنه. پس این دعاهای چی هست؟ این دعاهای شرکی هست. و یا در دعای خود صفات الله را به کی بده؟ به مخلوق بده. پس اینجا همون چیزی که مخصوص برای الله هست او را وقتی که برای مخلوق بده در دعای خود، این باز دعاهای چی هست؟ شرکی هست.